اینجا روستای سولاب است، از روستاهای محروم خراسان جنوبی است. مردم این روستا این روزها علیرغم 1001 دغدغه خود از جمله مشکل آب آشامیدنی و مسکن و بیکاری با نبود سوخت مواجه هستند. شرکت ملی گاز بعد از مدت‌ها علمک گاز را به روستا رسانده، ولی هنوز گازی در لوله‌ها جاری نیست. حالا اما طبق مصوبات به روستاهایی که گاز کشی شدند دیگر نفت نمی‌دهند. یعنی مردم این روستا با آغاز فصل سرد سال نه گاز دارند و نه نفت. مسئولین منطقه میگویند شرکت نفت مستقیما نمیتواند بدون تایید دستگاه‌های متولی نفت سفید را در اختیار مردم و کارگاه‌های تولیدی قرار دهد. هرچند پیش از این نیز سهمیه نفت مردم کمتر از 50 لیتر سوخت به هر خانوار بود که کفافشان را نمیداد. البته این روستا تنها روستای محروم از سوخت نیست، بیشتر روستاهای مرزی و حتی غیر مرزی این روزها با همین مشکل مواجه هستند. دولت از یک سو مقابله با قاچاق سوخت تمهیداتش را سفت و سخت‌تر می‌کند و از سوی دیگر دودش در چشم مردم عادی ساکن نقاط مرزنشین می‌نشیند. این